سلام، من هنریم و اینجا چنل منه. به چنل من خوش اومدین. اومدم با سومین اپیزود از سلب گاسیپس ویت هنری. قبل از اینکه شروع کنیم موضوع امروزو، سگانه چنل منو یادتون نره لایک، کامنت انگلیسی، سابسکرایب. از گیری من مشخصه که موضوع امروزمون راجبه چه چیزیه. بله، هالووین. و این اپیزود در مورد ملکه هالووینه و اون کسی نیست جز، قبل از اینکه من بگم شما اسمشو برام کامنت کنین چون میدونم که میشناسینش. بله، هایدی کلوم. هایدی کلوم اصالتاً آلمانیه و سال 2008 تابعیت امریکا شد. هایدی مدل، چهره رسانه‌ای، بازیگره و تاجر آلمانی، هنرمنده و خیلی چیزای دیگه. کلاً خیلی زن موفق و فعالیه. هایدی متولد سال 1973، 4 دفعه ازدواج کرده و همسر فعلیش تام کالتزه که یکی از نوازنده های گیتار بند توکیو هتله و متولد 1989. اینا 16 سال با هم دیگه تفاوت سنی دارن. 4 سال هم هست که توی رابطن و هنوزم رابطهشون ادامه داره. 4 تا فرزند داره، 2 تا دختر، 2 تا پسر و دخترش هلن، یعنی دختر بزرگش که معروف به لنیه، الان جا پای مامانش گذاشته و بله، درست حد زدین، داره مدلینگ میکنه. هایدی کلن با خیلی مجلات معتبری کار کرده که معروف ترینشون ووگ، گلمور، این استایل، هارپر و خیلی دیگه. همونطور که دارین میبینین خیلی با خیلی از مجلات کار کرده. عکسش روی جلد اون مجلات بوده و حالا کارهای دیگه. با خیلی از برندهای مختلف هم کار کرده، برندهای معروفی مثل مکدونالد، مارک جیکوبز و خیلی برندهای دیگه و یکی از معروف تریناشون ویکتوریا سیکرت. ویکتوریا سیکرت همونطور که خیلی‌ها میدونن، اگر هم نمیدونین یه توضیح کوچیک راجبش بگم، کلا این برند لباس زیر خانوماست و یک بار در سال فشن شو داره. البته الان امسال دوباره برگشته، تایم طولانی نبود، امسال دوباره برگشته و کلا در مورد لباس زیره و خیلی فشن شو معروفیه، جزو یکی از گرونترین فشن شو هاست در واقع و مدلاش میگه انجل یا همون فرشته خودمون. هایدی یکی از فرشتگان ویکتوریا سیکرت بوده. از سال 2002 تا 2009 فعالیت میکرده. توی پرانتز بهتون بگم که برند ویکتوریا سیکرت توی فشن شوش هر سال یه دونه از ستاش، خیلی ستای لباس زیرش خیلی گرونتر و اصلا قیمت عجیب غریب داره، به خاطر اینکه روشون جواهرات کار میکردن و کلا خیلی قیمتی بوده و اینو هر سال تن یک تاپ مدلش یا یه فرشته مورد علاقه‌شونو تن یکی از اونا میکرده. هایدی جزو یکی از اون آدماست که خیلی این لباس زیر گرون فشن شو ویکتوریا سیکرت رو تنش کرده، همونطور که دارین میبینین. بعد دیگه جونم براتون بگه که سال 2010 از فشن شو ویکتوریا سیکرت خداحافظی کرد و اومد بیرون. ما بین اینم توی سال 2008 توی برنامه رانوی مجری بود و یک از داوراش هم تقریبا میشد گفت بود، میتونست بعضی وقتا نظرم حتی بده. اگه برنامه رانوی رو ندیدین ببینید، خیلی باحاله. من خیلی کوچولو بودم، یادم میدیدم که فکر میکنم شبکه فارسیوانم پخشش میکرد و کلا موضوع رانوی این بود که سری آدم میومدن و اونجا کسایی که دوست داشتن طراح لباس بشن زیر نظر یه سری از طراحان معروف، هر سری بهشون یه تم میدادن و مثلا یهو بعض وقت اصلا به جای پارچه از مثلا یه چیزای دیگه استفاده میکردن، در اختیارشون در واقع میذاشتن و به اینا تم میدادن. اونا هم بر اساس تم بعد طراحی لباس میکردن و قطعا هم آخرش یه دونه برنده داشت. کلا برنامه باحالیه، به نظرم ببینید. سال 2008 اونجا داوری میکرد و مجری اون برنامه بود و به خاطر مجری بودنش نامزد جایزه امی شد. کلا هم توی زندگی 6 بار نامزد جایزه امی شده و یک بار در سال 2013 بالاخره تونست اون جایزه رو به خودش ببره خونه. هایدی کلوم از سال 2013 تا 2019 یکی از داورای برنامه امریکاز گات تالنت شد و توی فصل 8 تا 13 داور این مسابقه بود و تو اولین فصل امریکاز گات تالنت قهرمانان هم شرکت کرد و سال 2020 دوباره برگشته تا همین الان. همونطور که اولش گفتم هایدی بازیگرم بود و تو خیلی از فیلم‌ها بازی کرد. حالا نقش اصلی نداشت ولی بالاخره ایفای نقش کرده بود دیگه. 2 تا از معروف تریناشو براتون میگم، حالا بقیه‌شو دیگه
خودتون برام کامنت بذارین. یکی از اونها سکس اند سیتی بود و یکی دیگه هم که How I Met Your Mother. توی سال 2011 از طرف مجله فوربس درآمد هایدی دور و بر 20 میلیون دلار تخمین زده شد. دومین مدل پردرآمد در جهان و گرونترین مدل از طرف این مجله انتخاب شد. کلاً هم یکی از گرونترین مدل‌های جهانه در واقع. کلاً آدم خیلی فعالیه، هنرمند، نقاشه، نمیدونم خوانندگی کرده. خیلی از ریالیتی شوهای آلمانی مثلا به عنوان داور هستش یا مثلا مجری و خیلی کارهای دیگه هم در کل میکنه. من خیلی خلاصه خواستم از زندگی نامش بگم که بریم سر اصل مطلب. لقب ملکه هالووین رو داره. برای چی؟ به خاطر اینکه یکی از خفن‌ترین پارتی‌های هالووین رو در واقع میگیره که خیلی افراد مشهوری توشون شرکت میکنن توی این مهمونی و اینکه به غیر از اون کلاً به گریمای خیلی سنگینش معروفه. یعنی یکی از گریماش 14 ساعت زمان مرده. باورت میشه؟ من اصلا باورم نمیشه چجوری 14 ساعت بشینی گیریم. یعنی من الان یه ذره این گیریمم طول کشید خسته داشتم میشدم، چه برسه به گیریمای سنگینه اون. حالا در ادامه بهتون یادآوری میکنم که کدومو دارم میگم. بعد جالبش هم این بود که تو حالت توی یه دونه استودیو تور نشسته بود، همونطور که داشت گیریم میشد مردم هم از اون ور شیشه داشتن میدیدنش و خیلی بامزه بود این کارش. برای همین یعنی اوایل قبل از اینکه دیگه این لقبو بهش بدن و اصلا متوجه بشن که این هایدیه، اصلا از گیریماش نمیتونستن تشخیص بدن که این فرد کیه، این چرا اینجوریه. خب هالووینم من یه تاریخچه خیلی کوچولو ازش بگم. هالووینم کلا یکی از مراسمی که قبل از کریسمس یا سال نو در واقع انجام میشه بین مسیحی‌ها و کلا تاریخچه قدیمیش این یک جشن برای مردگان بوده. توی قدیم میرفتن بالا سر مردگان تا صبح زنده‌داری میکردن. کم کم آپدیت شده که از جشنایی که خب هم الان دیگه از نظر بیزینس خیلی جشن خفنیه، یعنی کلی میتونی پول در بیاری، کلی مغازهای مختلف این تایم که میرسه مثلا کاستومای خیلی خفن میذاره، پارتیای خیلی مختلفی رو میتونی بری، کلابا، کلا خیلی چیز باحالیه دیگه. یعنی کلی هم میشه ازش پول در آورد در واقع. و الان تقریبا یه چیزی تو مایه‌های همون چهارشنبه سوری مایه آتیش روشن میکنن، ظرف میبرن، شکلات میگیرن، قاشق زنی دارن و خودشونو خیلی به شکل ترسناک در میارن. اما تازگی‌ها فقط در چارچوب این نیست که تو باید حتما ترسناک باشی، یه ذره تغییر کرده. تو میتونی مثلا یکی مریلین مونرو میشه، یکی مادونا میشه، یکی مایکل جکسون میشه و مثلا مریلین مونرو یکی از کساییه که هر ساله توی هالووین خیلی خودشون رو شبیهش میکنن به موی بلوند و پیرهن سفیدش و این داستانا. و مثلا از مشهورترینشون بتمنه، نمیدونم روحه، خیلی کاستومای بامزه هست. حالا بعدا اگه دوست داشتین راجع به هالووین هم من میتونم جدا از این اپیزودا تاریخش کامل براتون حرف بزنم. خیلی نمیخوام طول بکشه که حوصلتون سر بره، بریم زودتر گریمای ملکه هالووین رو ببینیم. کامنتاتون رو نگه دارین، الان بهتون میگم که کامنتو برای چی بذارین. ولی این ویدیو رو تا اینجا اگر دوست داشتین لایک کنید، برام ممنونتون میشم. آقا بدون معطلی بریم که من اینا رو بیارم. هایدی کلا دیگه الان این مدلیه که نزدیک هالووین که میشه همه تو پیجشن. بعد خیلی بامزه است وقتی نزدیک هالووین میشه، از قبل از هالووین شروع میکنه هی قلقلک دادن همه در مورد مثلا گریمای قبلیشون میذاره، هی اینجوریه که مثلا امسال فکر میکنید من چه شکلی میشم فلان، اینا هی همه رو کنجکاو میکنه. من خودم جزء دسته از اون آدمام که واقعا میرم اینستاگرامش رو چک میکنم ببینم که امسال چجوری شده. آقا امسال هایدی خودش رو شبیه کی کرد؟ وای خیلی خفنه. جالبیش میدونید چی بود؟ جالبیش اینه که خودشو شبیه طاووس کرده و اینکه بالاشو از پر استفاده نکرد، همشون رقصندن و آدمن. خیلی خفن بود. باریکلا. واقعا لیاقت لقب ملکه هالووین رو داره. اینو میخواستم بگم. کامنتو من فکر می‌کنم کلا 5 تا یا 6 تا از کاستومای خیلی خفنش رو دیگه انتخاب کردم، همشون نذاشتم. هر کدومو خوشتون اومد ایموجی اون کاستومو برای من کامنت بذارین. حالا چه میدونم اگرم اون ایموجی رو نداشت، مثلا اگه طاووس توی ایموجیاتون نداشتین، قلب آبی بذارین، حالا اون رنگ که بهش در واقع ربط داره اونو بذارین که من متوجه شم ببینم کدومش طرفدار بیشتر داره. بریم بعدی. کاستوم بعدیش آقا من خیلی دوست دارم، هم چندشه هم خیلی خفنه. من چون خودم فوبیای خزندگان دارم، یعنی الان ممکنه خارشم بگیره اینو ببینم، ولی واقعا نمیتونی تشخیصش بدی، اصلا نمیتونی تشخیصش بدی و خیلی خلاقانه و خفن. خدایی نگاه تبدیل به کرم شده. البته کرمی که تومه ماهیه دیگه، اینم همسرشه که تبدیل شده به ماهیگیر. یه چشش هم داغون شده. این تومه رو میندازن تو دریا، ماهی میخورتش و اینکه
متاسفانه سید میشه. خیلی باحاله، حتی همسرارم کشیدن تو بازی، خیلی باحاله. اگه اینو دوست داشتین یه کرم برام کامنت کنین. بعد چقدر بامزه نقششو انجام داده. کلا هم میاد هالووین اینجوری تبریک میگه. این یکی ویدیوش من فکر میکنم که برای دوران اون بیماری واگیردار بود که اسمشو نمیشه آورد، یوتیوب گیر میده. در واقع هممون قرنطینه بودیم. این برای اون ساله. پارتی نگرفت ولی کاستومشو انجام داد. من فکر کنم بچه‌هاش بودن. وای خیلی ترسناکه، مورمورم شد واقعا. نه وای آفرین ولی بهش آفرین، خیلی خفن بود. با این حال که نمیتونسته کاری بکنه، خدایی کاستوم خیلی خفنی انجام داده. باریکلا. البته خب ببین تیمم دارن دیگه، میدونی چی میگم، مثلا گریمورای خفن هستن. حالا جلوتر بریم واقعا عجیبه، یعنی قشنگ گریماش. همون کرمه هم خیلی عجیب بود. حالا باز مثلا تابوس هم عجیب بود ولی خدایی خفنه، نمیتونم هیچ ایرادی بگیرم. آخ این یکی از ترسناک تریناشه به نظر من، خیلی ترسناکه. آها این همونه بچه‌ها، الان یه ذره یه ویدیو هم ازش دارم که بهتون میگم. این دقیقاً همونه که 14 ساعت زیر دست گریمور بود و توی اون استودیو گفتم مردم بیرون میدیدنش. خیلی ترسناکه. مثلا انگار از این آدماست که روشون خیلی آزمایشات عجیب غریب انجام میدن، بعدم تبدیل به هیولا میشن. تاثیر گذاشته رو. بعد دیتیل کارو میبینی، خیلی خفنه. آها روی این کیک هم که دارین میبینین این بغلش تقریبا تمام کاستومایی که شده رو داره. اینجا دقیقا میاد بیرون، میاد پیش مردم. وای خیلی عجیبه. بعد انگار واقعا انگار همه چیش واقعیه. مثلا امیدوارم سر این یوتیوب گیر نده بهم. نگاه رو رفتناشونو. و چجوری اون کفش راه میره؟ انگار مراسم خیلی خفن. باریکلا. این گریمش هم واقعا خفن و با یکی از بامزه ترین کاستوماشون میخوایم بریم ببینیم که فکر میکنم همه دیدن اینو. شدن شرک و فیونا. اینم همسرشه. اینم فکر کنم خیلی تایم طول کشیده. خیلی مثل این که زمان برده این گریمشونه. ای خدا من عاشق شرکم، من خیلی شرک رو دوست دارم. همش هم دیدم تا او بچه دار میشن و نمیدونم فکر میکنم 5 تا یا 6 تا قسمت بعد داشته باشه، همه رو دیدم. خیلی خفنه خدایی. عاشق خرم. وای خیلی دوستش دارم. مثلا دوبلش وراج اینم خیلی بامزه بود خدایی. یکی از کاستوماشون بود که من خودم خیلی دوست داشتم. پاهاشون و دستاشون قشنگ شبیه قول شدن. بعد میدونی جالبیش اینه که مثلا باورت نمیشه اصلا واقعا نمیتونی تشخیص بدی این هایدیه. بعد اصلا نمیتونی تشخیص بدی که مثلا طرف یه مدل مثلا خیلی لاغره، مثلا توی این کاستومش یونا بودنش خیلی عجیب گنده است، انگار واقعا یه قوله. خدا چشاشو چجوری چشاشون رو انقدر گنده میکنن، پوست میذارن. خیلی حال میده گریم بلد باشی خدایی. و بعدیش کاستوم بعدیش رو قشنگ یادمه من که واقعا دنبال میکردم، یعنی مثلا همیشه سر وقتش میرم میبینم یا مثلا میدونم کی آپلود میکنه. اکثر مواقع همون روز هالووین آپلود میکنه کاستوم اون سالشو. ولی این کاستومش جزو از اونایی بود که من قشنگ میرفتم ویدیوهاشو از قبل از اون چک میکردم ببینم به چی داره تبدیل میشه. خیلی هیجان داشتم. بعد ویدیوشو کم دیدم، بعد خیلی خفن بود. اینم که شبیه اون گرگه توی موزیک ویدیو تریلر مایکل جکسون شده، تبدیل میشه. یکی از خفن ترین موزیک ویدیوهاشه واقعا. موزیک ویدیوهای دنیا هم هست. روحش شاد واقعا. اینم خیلی کاستوم خفنی بود واقعا، هم ترسناکه هم چیز. بعد همه زامبیایی که مایکل جکسون میان میرقصن و اینا هم مردایی که زنده میشن هم با خودش داشته همراه خودش. نه تنها خودش رو میکشه تو چا، بقیه دور اطرافیانش هم میکشه تو چا. تنها خودش هم نیست. خدایی ببین سنگ تموم میذاره دیگه واقعا. قشنگ براش جدیه این موضوع، شوخی نداره سر هالووین. خیلی خفنه، خیلی خفنه واقعا. این کاستومشو من خودم خیلی دوست داشتم. اگه این دوست داشتین یه دونه گرگ برام بذارین، یه ولف برام کامنت کنید، ایموجیش یا اصلا بنویسید اسمشو ببینم کیا با من هم سلیقن. من خودم این کاستومشو واقعا خیلی دوست داشتم، از همشون بیشتر دوست داشتم، حتی شریکم بیشتر دوست داشتم چون خیلی خفنه. کاستوم بعدیش اینم خیلی بامزه بود. اوج اشوه‌ای هم میاد مثل خود
کاراکتر است دقیقاً. اگه اسم اینو میدونین برام کامنتش بکنید حتما. وای خدا، اینم یکی از اون دقیقاً کاراکترهاییه که خیلیا عنوان کاستوم ازش استفاده میکنن، ولی یکی قشنگ خفن ترینشون همون هایدیه. بقیه خیلی مثلا ساده تر و نهایتا موهاشون رو قرمز کنن یه قشنگ یارو، یعنی هایدی قشنگ کپی خودش شده. اینم عکسش خیلی خفنه، خیلی کاش این واقعیه، این خود یارو خود کاراکتر اومده زنده شده. اینم یکی از خفن ترین کاستوماش بود که شبیه آناتومی بدن خودش رو درست کرده بود، بعد همونجوری با تخت آورده بودنش، خیلی خفن بود. بعد یکی دیگه‌ش هم همین میمون شده بودن، خیلی شبیه بود یعنی انگار خود میمون بود. نه پس می‌خواستید فیل باشه، معلومه میمون. یکی دیگه کاستومای بامزه‌ای هم که انجام داد این بود، 5 نفر دیگه رو آورد که سعی کرده بودن شبیه خودش درست بکنن و اینکه اون موقع میگفتن خیلی نمیشه تشخیص داد کدوم خودتی نیستی. حالا در جواب دادن کاملا مشخصه کدوم خودشه، ولی خب اینم خیلی بامزه بود که همشون شده بودن هایدی کلون. این خیلی ویدیو ازشون، اینا خیلی قدیمی ان دیگه، من مثلا مال 2010 و اینا 2009 2008 این مدلی. یکی دیگه کاستوماش پروانه شده بود، خیلی خفنه پروانه. میگن کاستوم دیگه توی ایران طرف مثلا فقط مثلا کاستوم من، خب چرا این کارو با خودت میکنی میشینی جلوی دوربین؟ بازم بامزه است. سعی کردم تمو رعایت کنم. وای یکی دیگه از بامزه ترین کاستوماش و آخرین کاستومی که من در نظر گرفتم براتون اینه. خدایی پا رو ببین، خیلی عجیبه ها، انگار واقعا مثلا زانوشو نگاه چروکه، یعنی اصلا خیلی عجیبه، انگار واقعا مثلا پیره، رگا پوست نازک شده، سنت میره بالا پوستت نازک میشه دیگه، رگاتو اینا مشخص میشن کامل. مثلا ببین عکسش چقدر کیفیتش پایینه، خیلی قدیمیه این، برای فکر کنم 2005 باید باشه نه دیگه اون قدم دور نیست، ولی 2000 مثلا 11 اینا باید باشه. و با یه ماشین چیز اومد از پیرزن، خیلی بامزه است. خدای اینم دوست داشتم من، خیلی خفنه. مثلا گردنش اینا رو میبینی. خب آقا خیلی کاستومای مختلف دیگه هم انجام داده که همشون هم خفنن، فقط من اونایی که یه ذره سلیقه‌ای انتخاب کردم، اونایی که یه ذره کاستومای خیلی وایرال شده شو در واقع انتخاب کردم. وگرنه برین سرچ بکنی کلی کاستومای خفن دیگه هم انجام داده. هر سال ترکونه دیگه، برای همین بهش میگن ملکه هالووین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سگانه چنل من یادتون نره لایک، کامنت انگلیسی، سابسکرایب. دوستتون دارم، هر جا هستین موفق باشین. تا ویدیو بعدی ماچ بهتون، بای بای.